سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا کنه جور و سلامت باشین. دوستان عزیز، ما امروز روی ساختار یا ادیت کانتکت پیج یا همو پیج ارتباطی ما شما در وبسایت کار میکنیم که پیج ارتباطی یا کانتکت پیج خود چگونه ادیت بکنیم، چگونه در اون لوکیشن اضافه بکنیم، همچنان کانتکت فرم یا فرم ارتباطی و همچنان چگونه ایمیل آدرس شماره تلفن اضافه بکنیم تا اینکه مثلا کسایی وبسایت ما را بازدید میکنه میبینه چگونه با ما در ارتباط شود. که ما امروز روی این کانتکت پیج یا پیج ارتباطی یا صفحه ارتباطی کار میکنیم. ما فعلا در داشبورد وردپرس هستم، میرم در قسمت ویزیت سایت، اما وبسایت خود باز میکنم. در وبسایت میرم، ما شما ببینید پیج های متفاوت داریم. ما شما قسمت کانتکت پیج ادیت میکنیم. ما در کانتکت پیج کلیک میکنم. بعد از اینکه در کانتکت پیج آمدین، ما قسمت کلیک میکنم ادیت ویت الیمنتور. ما میایم در صفحه کانتکت پیج که از اینجا میتونیم کانتکت پیج خود ادیت بکنیم. ببینید فعلا در کانتکت پیج ما هیچ چیزی نداریم که اگر کسی وبسایت ما را ببینه نمیتونه با ما در ارتباط شود. ما چیکار میکنم؟ در اینجا ما اولا یک سکشن اضافه میکنم. طریقه سکشن اضافه کردن خوب بلد هستین، در ویدیوهای قبلی ما روی وردپرس و ساختار وبسایت کار کردیم. ما در قسمت پایین بین در این قسمت علامه مثبت که هست اد کانتینر، در قسمت کلیک بکنید. اد کانتینر یک سکشن اضافه میشه. شما در اینجا کلیک بکنید اد نیو کانتینر. شما در اینجا فلکس باکس کلیک بکنید. مثلا ما میخوایم که یک سکشن سه بخشی در قسمت دارم. من اینجا کلیک میکنم. در اینجا وقتی کلیک کردم ببینید در اینجا سه بخش. ما در قسمت اول میخوایم که کانتکت فرم اضافه بکنم. در قسمت دو میخوایم یک لوکیشن یا گوگل مپ اضافه بکنیم که از اون طریق آدرس یا لوکیشن ما را پیدا بکنم. و همچنان در اینجا ما شماره تلفن و ایمیل آدرس اضافه میکنم که کسی اگر بخواد با ما در ارتباط شه از این طریق ها یا روش ها میتونه با ما ارتباط بگیره. ما میرم اولا در قسمت فرم چیکار بکنم. در اینجا کلیک میکنم اد الیمنتور. اد الیمنتور ما شما فعلا نیاز به چی داریم؟ ما یک فرم اضافه میکنم. در اینجا سرچ میکنم فرم. در اینجا فرم ها هست که این فرم خودش در وبسایت هست. ما این فرم میخوایم در اینجا درگ اند دراپ بکنم. در سکشن اول میمونم. در اینجا شما ببینید سلیکت فرم. ما چه قسم فرم میخوایم؟ کانتکت فرم. در اینجا ببینید که بر ما شما یک کانتکت فرم جور شد و آماده شد. و همچنان شما میتونین که در قسمت برین خود شما یک بلانک فرم، یک فرم سفید خودتان بسازین. ما در قسمت اگر کلیک بکنم چیکار میکنم؟ من میرم نیو فرم کلیک میکنم. یک فرم جدید میخوایم بسازم خودم. در اینجا بیایید ببینید در اینجا ما و شما وقتی که آمدیم میخوایم یک فرم جدید بسازم، یک کانتکت فرم جدید. در قسمت بلانک فرم کلیک میکنم. ما در اینجا میخوایم یک فرم کاملا جدید بسازم. کریت بلانک فرم. در اینجا ما الیمنت های متفاوت دارم. میخوایم که در بخش کانتکت فرم اضافه شود. ما اولا میخوایم که نام باشه. اینمی نام کشف بکنید، درگ اند دراپ بکنید. در قسمت اینجا که سامپل یا نمونش هست الا بودید. نیم، لاست نیم در اینجا اضافه شد. اگر شما بخواید پس دیلیت بکنید قسمت دیلیت کلیک بکنید. ما بعدا میخوایم ایمیل آدرس هم اضافه شه. ایمیل آدرس هم برین در پایین نیم در اینجا قرار بدید. نام، تخلص، ایمیل آدرس. دیگه چی مخصوصا میخوایم که تکست هم در اینجا آپشن تکست هم به اگر کسی که مسیج بگذاره یا پیام داشته باشه میتونین در قسمت یا چی بکنید بسازین. در اینجا ببینید اگر شما بخواید که تکست فرم میتونه، اگر مثلا پاراگراف نیاز نیست چرا باشه، ما قسمت جمع در این قسمت که کلیک کردید بیند پاراگراف را دیلیت بکنید. میگم نه تنها تکست باشه کافیه. به این شکل شما میتونید دیگه آپشن ها را هم اضافه بکنید. اگر در صورتی که نیاز بود اضافه بکنید، اگر نبود همین قدر فرم ساده کافی است. اگر فرم قدر زیاد باشه باز بر مشتری یک ذره پیچیده و سخت میشه. قدر فرم ساده و کم باشه یک نفر اگر بخواد با شما در ارتباط شود خیلی براحتی میتونه با شما ارتباط بگیره. بعد از اینکه شما اینا را ادیت کردین قسمت سیو کلیک بکنید.
سیو کلیک کردین تا حال ببینید در اینجا فرم شما ساخته شد که حالی اگر شما این وبسایت در گوگل یا در براوزر دیگه باز بکنید، در این فرم میتونید شما نام، تخلص، ایمیل و تکستان اضافه بکنید، سابمیت بکنید و بر ما یا به نام ایمیلی که در وبسایت هست دو یک نوتیفیکیشن می یا پیام می. ما در بخش دوم میخوایم که لوکیشن یا همو آدرس اضافه بکنم. ما میم در قسمت اد الیمنت که آمدیم در اینجا گوگل مپ داریم. ما میخوایم گوگل مپ درگ اند دراپ کنم در اینجا قرار بدم. ببینید بعد از اینکه شما لوکیشن در اینجا اضافه کردین، شما میتونید که لوکیشن خود مثلا شما هر لوکیشنی که در اینجا تایپ بکنید گوگل مپ تشخیص میکنه و در اینجا لوکیشن شما اضافه میشه. مثلا اگر من کابل افغانستان به شکل لوکیشن اضافه شد و شما میتونید که لوکیشن خودتان اضافه بکنید. در اینجا بعد از اینکه لوکیشن اضافه کردین در اینجا میتونید شما سایز و اندازه یا گوگل مپتان تغییر بدید، زوم بکنید یا به شکل شما میتونید خودم لوکیشن از زوم بکنید که مشخص شد. مثلا شما زوم بکنید کدام قسمت میخواین. درست است؟ به شکل شما میتونید که گوگل مپ اضافه بکنید که باز کسی که وبسایت شما را کلیک بکنه باز میتونه از لوکیشن شما را پیدا کنه. ما در قسمت سوم میخوایم فون نمبر و ایمیل آدرس اضافه بکنیم. ما شما اولا بیاین که در اینجا تکست ادیتور اضافه بکنیم و یک تکست ادیتور دیگه هم اضافه میکنیم که یکیش برای ایمیل آدرس و دیگهش برای شماره تلفن. مثلا ما در قسمت بالای نوشته میکنم که ایمیل آدرس تایپ میکنم صادق، ایمیل آدرس من تایپ میکنم مارکت NNS.in ایمیل آدرس تایپ کردم و در قسمت دوم هم میایم این قسمت شماره را میتونید تایپ بکنید. مثلا من شماره تایپ کردم. بعد از اینکه شماره و ایمیل آدرس تایپ کردین شما میتونید از قسمت موقعیت هایش را جایش تعیین بکنید که در کجا باشه، چپ به راست باشه، از راست به چپ. شما میتونید به این شکل من میگم که از بالا به پایین باشه و لوکیشنش هم به این شکل باشه و در وسط قرار بگیره. ما شما به این شکل کانتکت پیج یا صفحه ارتباطی خود ادیت کردیم که شما میتونید به این شکل کانتکت پیج یا صفحه ارتباطیتان ادیت بکنید. این ما پاپولش میکنم. اگر ما حالی وبسایت خود در یک صفحه دیگه باز بکنم، مثلا ما میرم در یک براوزر دیگه مارکتینینز در اینجا ما انتر میکنم، میریم در قسمت کانتکت پیج یا مثلا در قسمت دوم بیایید مثلا جایی که کلیک هیر شما را مستقیم میاره در کانتکت پیج. در اینجا مثلا شما میتونید که لوکیشن کلیک بکنید، شما را ویو لارج مپ وقتی شما در اینجا کلیک بکنید شما میتونید که در گوگل مپ لوکیشن پیدا کنید، دایرکشن به شکل شما میتونید که لوکیشن پیدا بکنید و همچنان در اینجا شما میتونید که نام مثلا میگیم که جان، خلوش هم میگذاریم که عمر، ایمیل آدرسش هم میگذاریم یک ایمیل آدرس، در اینجا هم تکست میتونیم هلو سابمیت. ببین وقتی که سابمیت کنین در اینجا میگه که thank you for contacting us, we will be in touch with you shortly. و از اینجا شما میتونید که از ایمیل آدرس و از ایناش استفاده کنین و ارتباط بگیرین با نمو نفر یا با کسی که مالک کمپانی و وبسایت هست. شما به این شکل میتونین کانتکت پیج ادیت بکنید. کانتکت پیج ما دیزاین شد، طراحی شد و ما بعض انفورمیشن در اینجا اضافه کردیم. ولی هر کس اگر بخواد با ما در ارتباط شود، اگر چه از طریق مسیج چه از طریق ایمیل آدرس میتونه در ارتباط شود. اگر بر ما تکست روان بکنه ما در ایمیلی که در خود وبسایت هست در اونجا ایمیل دریافت میکنیم که منظور از ایمیلش چی هست. اگر ما بخوایم که او ایمیل تغییر بدیم که ایمیلی که ما و شما فعلا در وبسایت داریم، ما میریم در قسمت داشبورد.
در قسمت داشبورد وبسایت خود میریم در قسمت سیتینگ. قسمت سیتینگ بیاین در اینجا جنرال کلیک بکنیم. هر مسیجی که به ما شما در ایمیل آدرس مسیج دریافت میکنیم که ما میتونیم دوباره پاسخ بدیم که چی از ما تقاضا کرده یا چه خدمات را میخوای استفاده بکنه. پس شما از طریق میتونید که ایمیل تان چنج بکنید. و این هم بود ویدیو امروزی ما. امیدوار هستم که مفید تمام شده باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.